یک دقیقه زندگی فکر کنین در راه میرین، یک مسلمان روبرو میشین، السلام علیکم، اجر. السلام علیکم و رحمت الله، اجر، دو اجر زیاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بسیار اجر. یعنی شما در راه میرین پیشانی ترش نمی باشین، ولی یک مسلمان، یک خواهر مسلمان تان میبینین، برادرتان میبینین، السلام علیکم برادر عزیز، مشناسین یا نمیشناسین؟ سلامتی، دین محبت. شما در راه میرین، یک دکاندار، یک کاکا در یک جای داخل میشین، در یک موتر در یک جای میشین، السلام علیکم، محبتتان زیاد میشه. حتی در بعضی یک کتابا میگن که صحابه امرای یکی دیگه اگه در راه میرفتن، یک موانی میامد، از موانی تیر میشن سلام میدادن، یکی دیگر سلام میانداختن، السلام علیکم. محبت، سلامتی باشه بالای شما. چقدر یک گپ خوب است و ما غافل از یک دقیقه هستیم. یک دقیقه است، فکر کنیم امرای خود فیصله کنین که دمیرا یک دقیقه، بله ما باش ببینیم در یک دقیقه ما چند تا برادرای مسلمان خدا سلام داده میتونم در امینین، در دکاندار دیگه. چقدر فکر کنین همه زندگیتون از یک دقیقه تون استفاده کردین و اینقدر اجر عظیم بردین.